خب با عرض سلام خدمت همه عزیزان، آرزوی سلامتی. ما وعده کرده بودیم که یه آموزش کار با فرز بذاریم. حالا من فعلا علل حساب کار با مینی فرز آموزش میدم. خب کار با فرز برای خودش یه دنیای دیگه، یه مینی فرز دنیای دیگه یه برای مبتدیان. حالا کسی که حرفه‌ای سالهاست کارش اینه، این حرف ما برایش یه جوری خنده‌دار شاید به نظر بیاد. مسئله که هست اینه که فرز میتونیم بگیم یکی از خطرناکترین ابزارهاییه که ما میتونیم داشته باشیم و استفاده بکنیم. اگر شما استفاده از این وسیله رو بلد باشید خیلی میتونه کارتون را بندازه، علل خصوص این که جدیداً یه سری گجت های اومده که میتونین روش نصب بکنین، استفاده های غیر از مینی فرز ازش داشته باشین. برای مثال گجت اومده الان میتونین کار اره برقی از این بکشین، کار دریل ازش بکشین، کار اره عمودبر ازش بکشین. وسیله فوق العاده کار را بندازیه و چیزیه که واقعا توی هر خونه ای لازمه. من نمیخوام خیلی داستان رو طولش بدم و طولانیش بکنم. یک سری نکات مهم و به هر حال کارآمدی رو میخوام بگم که هم شما خسته نشین، هم ما به هر حال وقتم نکردیم تو طول روز بخوایم ویدیو رو بگیریم و مجبور شدیم که بعد از تایم کاری این ویدیو رو ضبط بکنیم. ما هم خستیم، امید است که حمایت بشیم. مسئله اول این که فرزی که استفاده میکنین، این آموزشی هم که من دارم میذارم اینو بگم کار برای مبتدیه، کسی که کارش حرفه‌ایه. الان برفرض من میخوام برگردم بگم که حتما قاب روی مینی فرزتون باشه، قاب روی صفحه باشه. شما میگی خودت چرا قاب نداری؟ ببین من یه جایی مجبور میشم این قاب رو باز کنم، یه جایی میخوام به صورت اورژانتال یه قطعه لوله رو ببرم، یه جایی میخوام اینو بفرستم زیر سقف، مجبور میشم این دسته رو از این جدا بکنم، مجبور میشم بالاجبار از این قسمتش استفاده بکنم، مجبورم بفرستم زیر سقف بتونم اینو یه جوری من کارمو انجام بدم و اینطوری نشه که رطب خورده خودش منه رطب میکنه. نه، مسئله اینه که این ابزار همیشه باید قابش روش باشه و عینک ایمنی باید داشته باشید. سعی کنید تو بحث خرید فرز یا مینی فرز، علل خصوص برای اعمال خونگی، فرزهای دیمردار بخرید، فرزهایی که قابلیت کنترل سرعت داشته باشه. این فرز الان از 1 تا 6 سرعتش کنترل میشه. فرزهایی که سرعتشون پایینه، چه مینی فرز، چه اتو فرز، چه فرزهای متوسط، سرعت پایین ها برای کار سنگبری استفاده میشن. فرزهایی با دور بالا برای کارهای آهنگری استفاده میشن. این خیلی نکته مهمیه. تو بحث کارهای خونگی شما ممکنه یه به هر حال باغی داری، یه جا میخوای یه قطعه سنگ ببری، خب فرز سنگبری لازم داری. یه جا میخوای یه تیکه پروفیل رو ببری، فرز آهنگری نیاز داری. پس بهترین حالت اینه که فرزی که خرید میکنین فرز دیمردار باشه و قابلیت کنترل سرعت رو حداقل از 1 تا 6 داشته باشه. بریم سراغ اصل مطلب. فرزها، مینی فرزها، دریل ها و اینجور ابزارالات، گردنده ها، چرخنده ها، معمولاً کلیدهایی که روشون نصب میشه کلیدهای 2 حالت هست. حالت اول حالتیه که شما نگه میداری، وسیله شروع میکنه به کار کردن و وقتی دستت از روی کلید برمیداری اون وسیله از کار میفته. حالت دوم حالتیه که شما دستتون رو میذاری روی کلید، یه فشار اضافه باعث میشه که وقتی دستت از روی کلید برمیداری همون کار بکنه. در کارهای خونگی به هیچ عنوان حین برشکاری سعی بر این باشه که روی حالت دوم استفاده نشه که اگر تحت هر عنوان و شرایطی خدای نکرده اتفاقی افتاد این فرز از دست شما در رفت، بین پروفیلمون قلاب کرد یا هر مسئله دیگه پیش اومد، این فرز موقعی که در میره خاموش بشه، کمترین خسارت به خودش، به نفر استفاده کننده، به قطعه کار وارد بشه. فرزها معمولاً 3 تا سوراخ دارن برای بسته شدن دستشون. مال ما الان 2 تا سوراخ داره. معمولاً این فرمیه که یه سوراخ چپ، یه سوراخ راست،
یه سوراخ هم روشون دارن. سوراخ رو خب مشخصا برای سنگ‌های سابه و باید باشون کار سابکاری انجام بدی. این سوراخ چپ و راست به درد ما صنعتگرا میخوره. قرار نیست اگر شمای مبتدی یا شمای استفاده کننده راست دست هستی یا چپ دست هستی این دسته رو جابجا کنی. اصلا چنین چیزی نباید اتفاق بیفته. چرا؟ چون من زمانی که این فرز اینجوری میگیرم دستم، با این ناحیه میتونم برشکاری بکنم، با این ناحیه قطعه پایین، قسمت پایین میتونم برشکاری بکنم و این میشه یه برشکاری امن وقتی این قسمت میاد روی قطعه برای برش. وقتی برعکسش میکنیم و دسته رو میاریم این طرف، در واقع دور چرخش دستگاه ما تغییر نکرده، نوع دست گرفتن ما تغییر کرده و فرز ما در واقع به این سمت داره میچرخه صفحش و جرقه رو به این سمت میپاشه. هر لحظه هر آن اگر قلاب کنه به این سمت برمیگرده و برمیگرده توی دست و پای خودتون و این خیلی خطرناکه. اگر این طرفی دست گرفتی داره به این سمت میچرخه، جرقه به عقب میپاشه، اگر قلاب هم بکنه به احتمال قلب پرت میشه به خب ما چون من از روی برگه نمیخونم و اون چیزی که بلدم رو میخوام به هر حال انتقال بدم هی کات میکنیم. به هر حال اگر یه گوشه هم یه خطایی توی ویدیو دیدید دیگه ببخشید. اگر شما فرز این طرفی دست گرفتی و به این صورت دست گرفتی و در واقع روی فرز مخالف جهت ایستادن شما بود، شما درست دست گرفتی و داری کار آهنگری انجام میدی. اگر دسته رو به این سمت نصب کردی و به این شکل دست گرفتی، باید دیمر سرعتت رو بیاری پایین و کار سنگبری انجام بدی. چرا که قاعدتا در سنگبری شما باید خاکه سنگت به جلو بپاشه که به دستگاه خودت هم آسیب نزنه. در کار آهنگری باید جرقت به عقب بپاشه و در صورت قلاب. اما باز هم من پیشنهاد میدم کسی که مبتدیه و میخواد سنگی رو ببره، قابش رو طوری ببنده که این خاکه به خودش نپاشه و تو همین حالت سنگبری رو با صفحه و دستگاه انجام بده، چون این حالت فوق العاده خطرناکی برای کار کردن. مواقعی که کارتون با فرز تموم میشه، سعیتون بر این باشه که فرز رو از برق بکشید. مواقعی که میخواید صفحه رو باز بکنید، سعیتون نه، حتما بلند شید برید فرز رو از برق بکشید، چون خیلی خطرناکه. دیدم اشخاصی رو که مبتدیان در استفاده و دیدم که فرز رو از برق نکشیده، گذاشته اینجا و شروع کرده با این ور رفتن که بتونه اینو بازش بکنه صفحه رو. نیازی نیست، اصلا نیازی نیست. شما فرزت از برق میکشی، یه دکمه این پشت داری، این دکمه به یه شفت وصله، شفت رو هول میده توی گیربکس و وقتی این دکمه رو نگه میداری، ببین الان هرز میچرخه، وقتی دکمه رو نگه میداری و فشار میدی یه تکون کافیه که صداشو گوش کنین، شفت میفته توی گیربکس و گیربکس شما قفل میکنه. صفحه فرز رو به سمت خودتون میچرخونید، صفحه باز میشه. آچار استفاده کنید در صورتی که دیدید باز نمیشه. یه حرکت هم بگم برای کسایی که حرفه‌ای تر این شکل نگه می‌دارید، دسته روی زمین قرار گرفته، من الان شرایطش ندارم، دسته روی زمین قرار گرفته، پای دم روی زمین قرار گرفته، یه هول به جلو یه هول به عقب، باز میشه. الان بازه و این هم از باز کردن سنگ صفحه یا صفحه فرز. خب ما تقریبا خیلی فشرده مسائلی رو که واقعا شما باید در حین استفاده از فرز رعایت کنین رو گفتیم. اما اینکه شما موقع استفاده چه صفحه‌ای میخواید استفاده کنید خودش خیلی مبحث مهمیه. برای برشکاری قبلا صفحه هایی بود، صفحه های حالا ما یه مقدار ادیتورمون رو به چالش بکشیم، صفحه های سمیل بود که به اصطلاح قطر صفحه 3 میلیمتر بود و برای برشکاری استفاده میشد. بعدها با گذر زمان صفحه های استیل بر اومد که قطرش 1 میلیمتره
این صفحه ها رو استفاده بکنید. نیازی نیست صفحه های سمیل استفاده کنید. صفحه های سمیل فوق العاده بدقلاب و خطرناکن. فوق العاده خطرناکن. صفحه های 1 میل احتمال شکستنشون بیشتره. صفحه 1 میل میشکنه، عینک و قاب باعث میشه که آسیبی به شما نرسه. ولی صفحه 3 میل اگر قلاب کرد نمیشکنه. فرز برمیگرده تو دست و پاتون یا در میره، خیلی خسارت‌های سنگینی میتونه وارد بکنه. برای ساب صفحه های 5 میل استفاده بکنید. برای تمیزکاری صفحات انواع صفحه وجود داره. صفحه های ساب کاسه‌ای هست، صفحه های ساب تخت هست، صفحه های ساب تخت بافته هست، تخت فرچه‌ای هست یا کاسه بافته هست. برای سنگبری خب اینا رو قاعدتا شما زمانی که برید داخل ابزارالاتی و از اون درخواست بکنید، اون خوب میدونه که شما چی نیاز دارید. کافی بگید صفحه مینی سنگبری به من بده. صفحه مینی سنگبری دندونه های درشت داره. شما الان تصویرش هم اینجا میبینید. دندونه های درشت داره و حالت الماسه داره روی اون دندونه ها. صفحه های کاشی یک رد الماسه دور این، در واقع یک رینگ الماسه دور صفحه وجود داره که عکسش هم اینجا براتون میذارم. و صفحه های چوب، خیلی از صفحه چوب رو با صفحه سنگ بعضا اشتباه میگیرن و میتونه خطرساز باشه. صفحه های چوب دندونه های ریز و خیلی تیز داره. برای کار چوب حتما اونا رو استفاده بکنین. به هیچ عنوان فکر نکنین چون این چوبو میبره حالا بذار این تیکه کمدو من باش ببرم. چنان دودی درست میکنه که تمام زندگی بوی دود میگیره و دوده میزنه داخل این دستگاه رو نابود میکنه و جالب در نمیاد. خب ما اگر قطعه کار رو اینجا در نظر بگیریم، از ادیتورمون خواهش میکنیم که سعی کنه یه چیزی ادیت کنه. ما اگر قطعه کار رو اینجا در نظر بگیریم، شما یک دست روی دسته، یک دست روی دم، دست راست روی دسته، دست چپ روی دم. اگر دسته موجود نبود، یک دست روی بدنه با فاصله ایمن از صفحه، یک دست روی دم و در واقع با این ناحیه برشکاری رو شروع و به پایان میرسونید. اگر رفتی پایین و دیدی که صفحه تموم شد و برش کامل انجام نشده، فرزت رو جابجا نکن، پروفیل رو بچرخون، قطعه رو بچرخون، خودت رو جابجا کن به هر شکلی. اگر قطعه کارت بالا بود و به صورت عمودی لازم بود دستگاه رو دست بگیری، باز هم به این شکل، نمیدونم این شکل، این به این حالت قطعه کار اینجاست، شما به این شکل کاملا عمودی این رو دست میگیرین و باید توجه داشته باشید که این دستگاه باید کنار شما قرار بگیره موقع برشکاری. بعضیا میگیرن وسط پاشون، بعضیا نمیدونم اینجوری نگه میدارن، اینجوری میخوام ببینن این الان صافه من دارم میبرم. نه، شما باید دستگاه رو کنار خودتون نگه دارید که اگر به هر شکلی این پرید، برگشت، صفحه شکست، توی این ناحیه، تو حوزه گردش خودش گریز از مرکز اتفاق بیفته، این صفحه پخش بشه. خب تقریبا هر اون چیزی که لازم بود و به هر حال میدونستیم، بلد بودیم، قابل انتقال بود، لازم به انتقال بود، انتقال دادیم. اگر یه مقداری ما خسته به نظر میایم، حالا یکی از دلایلش اینه که از صبح تا حالا فعالیت داشتیم، دلیل دومش این نوریه که برای ویدیو داریم اینجا. به هر حال شما بزرگی خودتون ببخشین. این ویدیو به اون شکلی که به شکل مطلوب اگر بازدید بخوره، لایک بخوره، ما هم امید میگیریم و در ویدیوی بعدی انشالله در رابطه با بحث چرخنده ها، حالا فرز، دریل، نمیدونم فرز بزرگ، پروفیل بر، اینجور وسایل، من آموزش سرویس، نگهداری و اوورهال دستگاه های مینی فرز رو 0 تا 100 براتون خواهم گذاشت. ممنون از شما، مرسی.